خیلیاتون توی کامنت راجع به مهاجرت ازم پرسیدین. مهاجرت خوبه؟ میشه مهاجرت کرد؟ چجوری مهاجرت کرد؟ خب ببین، من وکیل مهاجرت نیستم، ولی میتونم در حد اطلاعات خودم، مثلا تجربیاتی که دارم، کمکتون کنم. مثلا شما میتونید از طریق تحصیلی بیاین مالزی، ولی خب یه آیلتسی قبلش باید توی ایران بدین. مثلا بگی نمرم اینه، میخوام بیام زبان اول بخونم، بعد میخوام فوق لیسانس یا لیسانس بخونم. امکانش وجود داره، نه که انسان غیر ممکن باشه. یه کشور خیلی آرومیه، نسبت به کشور اروپایی خیلی ارزون تره. حالا اگه بخوایم مهاجرت کنیم، ما چند مهاجرت داریم. یا مهاجرت تحصیلیه، یا مهاجرت کاریه، یا مهاجرت سرمایه گذاری. من خودم مهاجرت تحصیلی اومدم مالزی. مثلا میگن که بدون زبان میشه مهاجرت کرد. اون زبان قبول میکردن، الان نمیدونم، ولی اون زبان قبول میکردن که اگر حالا سطح زبان من، مثلا اگر از من نمره 6.5 میخواستن، من نمره 5 داشتم، به من گفتن اوکی میتونی بیای، ولی باید قبل زبان بخونی. خب اومدم مالزی، توی یه دونه دانشگاه ثبت نام کردیم، یعنی از قبل کاراشو تو ایران کرده بودم. هر روز از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر بعد سر کلاس زبان می بودیم. بعد همینجوری ادامه میدادی تا به اون نمره برسی، بعد وارد مقطع حالا لیسانس یا فوق لیسانس میشدی. فکر میکنم الانم همین شرایط رو داشته باشن. یه مسئله دیگه که ازم پرسیده بودین، گفتین که مثلا کاری میشه مهاجرت کرد یا نه. ببینید، کاری به مالزی امکانش هست، ولی من طبق تجربیاتم میگم خیلی سخته. چون که ببینید اینجا رقابت بین خارجی خیلی زیاده. خب ما هنوز خارجی حساب میشیم دیگه. وقتی که داشتم این بود که باید حداقل مثلا 8 تا 10 هزار تا حقوقت باشه، بعد میتونی اپلای کنی برای ویزا، بعد بهت ویزا میدن. اوکی، اون در حد مثلا مدیر و پروفشنال و اینا حساب میشه. ولی اون شرکتی هم که باش کار میکنی باید حاضر باشه برایتون ویزا رو اقدام کنه، چون خودشون هم یه هزینه‌ای دارن. خب مخصوصا الان متاسفانه برای ایرانیا که خیلی راحت نیست. من زمانی که دانشجو بودم خیلی راحت نبود برام حساب بانکی باز کردن. نامه بردم از دانشگاه، رفتم اونجا، همه رو مثلا ریجکت میکردن، گفتن او ایرانیا به یه دلایلی نمیتونن. متاسفانه اینم هست. کشور دیگر رو نمیدونم، ولی مالزی که این شرایط رو برای دانشجوها داره. ایرانیا هستن اینجا واقعا هم خیلی موفقن، خیلی پروفشنالن. اونا یا بیزنس خودشونو دارن یا یا ویزای کار تونستن بگیرن. یه روش دیگه هم که هست، مالزی یه قانونی گذاشته که مثلا شما میتونین اینجا خونه بخرید. خونه خریدن توی مالزی مثلا 1 میلیون رینگت بود. هر خارجی که میخواد اقامت 10 ساله مالزی رو بگیره، هر 10 سال هم تبدیل میشد، 10 ساله مالزی رو بگیره بعد خونه بخره. مثلا اون خونه باید ارزش اون خونه 1 میلیارد رینگت باشه، ولی الان شرایط رو عوض کردن. گفتن اوکی، اگر ما خارجی میتونه خونه بخره، ولی باید 600 یا 500 یا 600 هزار رینگت باشه که با اون شما اجازه کار کردن دارید، مثل یه شهروند اجازه کار کردن دارید، حساب بانکی میتونید باز کنید. یه ذره مالزی نسبت به کشورهای دیگه سخت میگیره توی اقامت دائم دادن، توی پاسپورت دادن. اگر هدفتون اینه، مالزی کشور مناسبی نیست. اینا تجربات شخصی منه. حالا اگر سوال دیگه ای داشتی برام کامنت کنید، تو ویدیوی بعدی براتون بگیرم.